بینندگان عزیز، سوخ دائما و همیشه مورد اعتبار و اعتراف همگان بود، هست و خواهد بود. زیرا سوخ یک زود جدا شونده ازبکستان امروز رو به طریق نهاده و روز تا روز آباد و زیبا می‌گردد و امروز مهمون نوحه ما شاعر، نویسنده، هجونگار که یک چند کتابی این انسان در نشریه‌های دولتی و خارجی چاپ شدند طالب نویسنده باشند و امروز استاد به حیث مخبر جماعتی آواز سمرقند نیز در روزنامه آواز سمرقند فعالیت برند و امروز مهمان نوحه ما هستند و می‌خواهیم به استاد با یک دو سوال مراجعه کنیم. استاد شما را پیشتر به نوحه سوخ خوش آمدید میگویم و سوال عنعنوی تاثیرات های سوخ چه است؟ سلام و درود اهل جماعه مینتکشی نوحه سوخ جمهوریت ازبکستان. من یک 50 سال باز در همین نوحه سوخ وقتی که ساوخاز سوخ میگرفتن آمدم و تا امروز که 50 سال باز آمد و رفت میکنم. از آب و هوای سوخ نفس میگیرم، با مردمان شیرین زبان و خوشلقای سوخیان همصحبت شده، از اینها دیدار با هم دیده همصحبت میشم و هر درگاهی که در اینجا دیده میشه قریب که من در آمده صحبت کرده بودم، یک چند بارها درباره سوخ نوشته بودم و امروز هم به من میسر گردید نصیب درگاه دیدار سوخیان شده و در مهمان دسترخوان آنها آمدم. امروز سوخی که من دیدم نظارت کردم خیلی از گذشته سالها به کلی گوی من فرق میکند. اساسا فرق امروزه آن دهه راوان مرکز سوخ کوچهش خیلی وسیع گردیده، امارت های با زمانوی زیبنده گردیده است. دیگرش این است که کوچه هایش قریب که 100% منفرش شده است و از همه مهمش این است که آب سوخ شیرین گردیده، تمام مردم با آب شیرین سوخ مشامیده میکنند و دیگرش همین که با گاز طبیعی تامین کرده شده است. میدونیم که شما با یک چند نفر اهل نوحه سوخ دوستی و قرابت و نزدیکی دارید. عموما درباره مردم سوخ چه فکر گفتنی هستید؟ مردم سوخ کدام وقتی که من در سوخ میایم خودم را همچون سوخی حساب میکنم. من میبینم برابر آمدنم میگن که طالب زاده سوخ آمده است، در آغوش میگیرن تا توان دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. دوست آید در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. سوخیان همیشه میبینم در آغوش میگیرن. اساسا ما با سوخی معلم زبان ادبیات که عوض جان نظرقلوف و میرزا رحمت خلیفه‌ایف و آیم خان که خواهرکی که می باشد مریم می باشد، ایشان جنوب با همینا همکورس بودیم. سالهای 69 و 73 در اینستیتوت پداگوژیکی به نام صدری نعینی خوانده ختم کردیم و از همون سال من در اینجا رفت آمد دارم، با اینها دوستی دارم و هر گاهی که من میام در همین گذرهایی که محلهایی که سریکنده و روان اینچنین قلعه بالا، قلعه پایان و با دیگر محلها رفتار دارم، با اینا صحبت و آشنایی دارم. استاد شما چون گفتید هر سال به نوحه سوخ میآیید و البته برای دیدن دوستان و عموما نوحه سوخ، این دفعه شما را کدام نیت و مقصد به سوخ آورد؟ من این دفعه آمدگم یاد کردم مردم سوخی را، پسمان شدم یاد کردم و با اینها هم صحبت شدم و با از منظره های سوخ، از دره هایی که در سوخ دیده می شود، از دریاچه سوخ، دریای سوخ و این را دیده لذت برم و کمی آرام گرفته این تاثیرات های خود را به سمرقند برم و همین مقصد با دیدار دوستان رو دیدن آمدم و میسر شده ایستادم. من یک چند روز است که من در این سوخ زندگی دارم و گشت و گذار دارم، با مردم سوخ هم صحبت شده ایستادم. من میدونم که شما هجونگار به هم تماما نویسنده هستید. یگان دستاویر آورده به اهل قلم سوخ، به اهل ادب سوخ، به آنهایی که مشتاق کلام بده میباشند؟ البته کدام وقتی که من در سوخ میایم، در اون دفعه آمده من کتابی اولی که من در سفری آمده گذشته آورده بودم، آهنگ زندگی های همه سوخی ها مکتبایی که در سوخ هستند، این کتابی من الکی 10 سال پیش دسترس شده بود و امروز هم من آمدم با البته با دوستان هم صحبت شدم
بهترش ما اگر اجازه فرمایید خیلی لطیفه و هجوی هم است ما گپ بسیار هم کنیم وقت نمیگیریم اگر اجازه دیم ما شعری ایجاد کرده ام را خونم دست بر دعاگوی شدیم ما اول بیگانه بودیم از همدیگر یگانه بودیم با گردش های فلک با امر خدا همخانه بودیم شب نکاحی درگذشت با شوخی و شوقی گذشت ماه و سال هم درگذشت سال 34 هم گذشت آمد سال 50 گاه آرام و گاه وا پست بلند و کوه و چاه چشیده لذت ها همراه فرزند و نبیره قطار چون یک باغ میوه‌دار شود قطار قطار میوه های مغزدار اکنون ما پیر شدیم هم آینه و بابا شدیم حاجی شاعرخوان شدیم قایم نظر غزلخوان شدیم دست بر دعاگوی شدیم بحر تیفلکان شدیم حصه بر همدیگر شدیم آهسته راه روان شدیم که ما 50 سال باز همسری خود یگانه زندگانی میکنیم این سال 50 سالگی آیله داری ما است با دقتتان تشکر من میخواهم همیشه خوشی زندگی و آباد و آسایشته مردم سوخیان را السلام علیکم بینندگان عزیز در نوار با خبرهای آخرین روز و هفته سپری ایستاده برنامه خبری و تحلیلی هفته و ما حرکت میکنیم که نسبت آن واقعهایی که در ناحیه‌مون در دوام این هفته عملی گردیدند فکر خود را بیان ساخته آنها را از نظر تحلیل گذرانیم و شما را اکنون به تماشای همین برنامه تحلیلی و اخباری تکلیف میکنیم. امروزها در رسولیکمان تمایل خدمت کردن به خلق بسیار در حیات ما سخت نوا میگیرد و امروزها با اشتراک متصدیان کمیته ها وزارت ها با خلق قبول های سیار تشکیل کرده می شود. چون پیشتر ما به شما خبر داده بودیم و از طریق تلویزیون نیز اعلان کرده بودیم روز 12 ایول به ناحیه‌مان از کمیته دولتی داو یر گیودس کاداستر متخصصان و متصدیان تشریف آوردند و با آنها نمایندگان صدارت ولایتی نیز همراه بودند و با خلقمان آیده مسئله های مهم یعنی مربوط به زمین و سرحد قبول سیار گذراندند و یک نفر شهروندان با آنها مراجعت کرده به سوالهای خود پاسخ گرفته ما نیز از رفت همین قبول سیار نواربرداری کرده ما حالا آن را به شما پیشکش میکنیم. قید باید سازیم که امروز ساختار اهالی به اداره‌های دولتی نه بلکه اداره‌های دولتی به اهالی خدمت میرسانند و باید رسانند. همچنین سیستم یگانه دولتی در ازبکستان مستحکم عملی گشته. در این سمت دستاوردهای نظررس را نیز ما صاحبی میکنیم. برگزار کردن قبول‌های سیار شهروندان، حل کردن و حصه گذاشتن در حل معماهای شهروندان از جانب متصدیان اداره‌های گوناگون دولتی امروز منتظم به حیات تطبیق می‌گردد. امروز در هر جبهه و ساحه و جاده‌ها معما مشکلات به نظر می‌رسند و این معماها از جانب متصدیان بعد مراجعت کردن حل کرده می‌شود. این را در فعالیت سکتورها نیز دیدن ممکن است. بسیار معما و مشکلات در جای خود حل گردیده بعضی از مراجعات‌ها برای حل کردن به تشکیلات‌های بالایی ولایتی و ریسپوبلیکوی گسترانیده می‌شود. امروز مسئله زمین، سرحد یا اینکه صاحب زمین شده صاحبکاری پیشه کردن و فعالیت صاحبکاری را براه ماندن و خدمت خلق کردن نیز از مسئله و معمای روز به حساب می‌رود. باید گفت که در این سمت کارمندان و خادمان اداره کاداستر ناحیه نیز بسیار کار و مهنت میکنند. باید گفت که در ساحه کاداستر نیز معما و مشکلات کم نیستند و ما این را از شماره مراجعت های شهروندان نیز دیدنمان ممکن است. چون قبلا خبر داده بودیم دیروز به ناحیه‌مان رهبریت و نمایندگان کمیته دولتی داو یر گیودس کاداستر و همچنین صدارت ولایتی این کمیته تشریف آورده بودند و در قبولخانه ناحیوی خلقی پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان در ناحیه سوخ قبول سیار شهروندان ناحیه از جانب این متصدیان این تشکیلات با نفوذ تشکیل کرده شد. پوشیده نیست و عموما به همگان معلوم است که در این سمت مشکلات حل طلب کم نیستند و عاید معما و مشکلات خود حالی به متصدیان این کارگاه و کمیته مراجعت کردند. یکی از مسئله اساسی و حل طلبی روز این معمای سرحدهای دولتی یعنی حالت امروزه سرحدهای ازبکستان و قرقیزستان به حساب می‌رود و عاید این معما نیز سوال جواب کردند متصدیان با اهالی که برای مراجعت آمده بودند.
در هفته قبولی سیار مشکلاتی در مسیر قیراق به عمل آمده نیز بررسی گردید. همچنین عاید دادن زمین به صاحبکاران بهره پیش بردن فعالیت صاحبکاری، حل کردن مسئله زمین‌های غیر قانونی به دست آورده شده شهروندان نیز در قبول سخن کرده شد. Mana bugungi kunda respublikamiz hududida shu yo'l xaritasi ishlab chiqilgan hamda joylarda shaxs hamda yuridik shaxslar bilan birgalikda qabullar o'tkazilmoqda, sayyor qabul o'tkazilmoqda. Qolaversa bugun mana shu bizning tizimimiz Davlat geodeziya kadastr qo'mitasi rejalariga asosan bugungi kunda mana shu Farg'ona viloyatining chegara hududi, ya'ni So'x tumanida bugun shu fuqarolar bilan sayyor qabul o'tkazilyapti. Bugun mana shu kungacha, hozirgi paytgacha mana shu 20 dan ortiq fuqarolarimiz murojaat qilishdi. Fuqarolarimiz asosiy masalasi tadbirkorlik masalasi bo'yicha murojaat qilishyapti. Bundan tashqari mana hozir Hazrat Ali mahalla fuqarolar yig'inidan ko'p fuqarolarimiz kelishdi. Bu masalasi chegara masalasi bo'yicha murojaat qilishdi. Bu bo'yicha ham bugun mana shu bizni Davlat geodeziya qo'mitasidan chegara masalalari bo'yicha mutaxassislarimiz hamda viloyat boshqarmasidan mutaxassislar tashrif buyurishgan. Ularga o'zlarini tushunchalarini berib o'tishyapti. Qolaversa mana shu tadbirkorlik masalasi bo'yicha murojaat qilgan tadbirkorlarimizga bugungi kunda mana shu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 3976 qarori bilan mana shu yer elektron auksionga qo'yilgan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun qo'yilgan yer maydonlarini bularga taklifini berdik. Bugungi kunda mana shu So'x tumanida 16 ta hududda tadbirkorlikni amalga oshirish uchun yer maydonlari qo'yilgan. Shulardan shu yer ijro auksion portaliga nimasiga kirib, o'zlarini qiziqtirgan yo'nalishlar, tadbirkorlik yo'nalishlarida yer olishib, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish lozim bo'ladi. Bundan tashqari yana fuqarolarimiz murojaat qilishyapti. Chorvachilik faoliyatini amalga oshirish, shu dehqonchilik faoliyatini amalga oshirish bo'yicha bunda murojaat qilishdi. Bu fuqaromizga ham bugungi kunda mana shu qonunda belgilangan tartibda shu shartli, o'tish shartli bo'lish nimalar uchun yoki mana shu echkichilik, qo'ychilik rivojlantiraman deyapti. Bu bo'yicha ham shu tuman hokimligiga zaxiradagi yerlardan yer ajratish bo'yicha murojaat qilishligini, shularga shu tumandagi yer ajratish masalalari bo'yicha komissiyaga murojaat qilishni, bularga biz komissiyaga ham biz o'zimiz taklifimizni berdik. Xudo kelgusida mana shu murojaat qilgan tadbirkorlarimiz, fuqarolarimizni masalalar ijobiy hal bo'ladi deb umidamiz. Mana hozir o'zingiz so'zingiz davomida aytdingizki, eng asosiy muammo So'xda shu qo'shni Qirg'iziston bilan bo'lgan chegara muammolari. Mutaxassis sifatida ayta olasizmi, So'x tumani xalqi shu muammoni hal bo'lishiga bir ishonsa bo'ladimi? Hozir buni o'sha respublika miqyosida hal bo'ladigan masala, buni hozir mana o'rganib chiqishyapti. Albatta bu narsa ijobiy yechim topadi. باید گفت که امروز تمایل مهمی خدمت کردن به خلق در رسولیکی ما تدریجاً و با سرعت در حیات عملی می‌گردد. این باشد به منفعت خلق ازبکستان، به منفعت هر یک نفر شهروندی رسولیکی صاحب استقلال خدمت می‌کند و این منوال تحت سیاستی عادلانه و عاقلانه سرور دولت که به منفعت ما و شما نگرانیده شده است، ما بهر ساختن دولت آینده‌اش آباد و فراوان ثابت قدمانه گام می‌زنیم. امروزها در ناحیه‌مان کارهای آبادی و آبادانی خیلی دامن فراخته کردند و اوج گرفتند و البته این به فایده هر یک ما می باشد و باید که هر یکمان در همین کارها حرکت کنیم و اشتراک کنیم. و هستند بعضی گذرها و حدودهایی که البته از این گونه کارهای آبادی دورند و البته حالی بسیار تباه دارند. بعضی همین گذرها و کوچه های نابر کرده‌مان و حالا یک گزارش داریم در همین موضوع، یعنی که دور بودنی گذری محله چماخچه از آبادی آنهای امروزه. توجه کنید. با عنوان تلویزیون سوخ شکایتی از نام شهروندان آمده رسید که یکی از کوچه های محله چماخچه انقدرش بین محله های چماخچه و زنگت در حالت خیلی خراب است. در بهاران چنگ آلود و در تیر ماه و زمستان لای آلود، خصوصا برای بچه های خردسال که به باغچه می روند در این کوچه راه رفتن خیلی مشکل است. به ضمن این سیمچوب های قوه برق نیز خیلی کهنه شدند و به طلب جواب نمی دهند. بینندگان عزیز، ما در اساس مراجعت به کوچه نوابات محله چماخچه آمدیم. در حقیقت در اینجا کوچه ها در حالت خیلی خراب است. نه فقط معمای راه بلکه یک چند معماها در اینجا وجود دارد و بهترش معماها را از زبان خودی ساکنان همین دهه همین کوچه میشنوید. من محلا یک 15 سال زندگی میکنم. کوچه اولش نیست کن
اوماسوس باجوکتنه با میونکت اوماسوس یکماش معمول دیگه‌ماش هر سال شما خود کردیم اسفال میکنیم افته دستی به درواردگی هیچ اسفال نکردیم کجا مراجعت کردید؟ مراجعت حکومت مراجعت کردیم با حکومت مراجعت با حکومت محل خرمونده بقره مایلس شد و اندام مراجعت کردیم اپو مامور جون بوتیر رو مراجعت کردیم قبول خانی خلقی هم مراجعت کردیم کمیتی گفتن هیچ کسایشون نیست این کوچه درختی بینه درخت چه کوچه نشف شده که یک مامور دی مامور استاد ببین تو استاد چه کوچه خام با اداره قوه برق مراجعت کردیم مراجعت کردیم نوبت گرفتم اون نفتگی میکنم نفتگی حالا عمل نکرد این کنده شده یک بایرون کردنش ممکن که تو برمی های پیشگیری گران ناس یک کماش دیگه مثلا کوچه اصلا میکنم هر سال 35000 پول تو میکنم شاو خول میکنم اون کوچه هر سال 35000 شاو خول میکنم میگم اصلا ساز نه او کلوتون دیسیتون گوتون او بامیون اصلا تو اون گرافیس شاو کده اون گرافیس اینه کی چوره میبیند کی حال میکند نفهمم ما البته در اساس مراجعت شما با ما تشکیلات و اداره‌های دخلدار مراجعه میکنیم و شاید که نتیجه شود. ما در اساس مراجعت اهالی البته به مسئولان و اداره‌های دخلدار مراجعت میکنیم. طلب اهالی همین است که اگر مسئولان و کارخانه‌های دخلدار کمی دستگیری کنند آنها هم از یک گریبان سر برآورده برای آبادسازی این کوچه سهم خویش را میگذارند. اطمینان داریم که مسئولان و کارخانه‌های دخلدار و سخاوتمندان این محل اینچنین استقامت کنندگان کوچه مذکور متحد شده این معما را برطرف میکنند. ما به این موضوع باز برمیگردیم. باید همین را با علاهیده تاکید دادیم که در ناحیه‌مان روزهای بارشات یعنی باریدن باران و یا شمال قوه برقی تez خاموش می شود. سببگار اساسی باشد خودی ما می باشیم، چون که آن شاخهای درختانی که ما پرورش میکنیم و به سیمها خلل میرسانند سبب در وقت همین گونه حادثه های طبیعت خاموش شدن قوه برقی میگردد و امروز کارمندان شعبه تامینات برقی ناحیه به حشر برآمدند تا همین مانعه ها را برطرف کنند و ما را به ممانعت با قوه برقی تامین سازند. حالا لوحه ما در این خصوص سحری بر وقت به هنگام تیاری و تهیه برنامه امروزه غیر چشم داشت و بعدتر معلوم گشت که غیر چشم داشت هم نبوده است. قوه برقی خاموش شد و ما را از تهیه برنامه هایمان باز داشت. پوشیدنی است که بدون قوه برقی ما یگان کار کردن نمیتوانیم و در رقم اداره برق را چیده از سبب خاموش شدن قوه برقی پرسان شدیم. نوادار اداره تامینات قوه برقی ناحیه به ما پاسخ داده گفتند که امروز تمام کارمندان اداره برق به کار برآمدند به حدودها و همین باعث تا ساعت 17 یعنی ساعت 5 بگاهی الکتر نمی شود. باید گفت که ما نیز از این گونه تصادف خاموش شدن قوه برقی قریب که فراموش کرده بودیم و حس کنجکاویمان بالا گرفته دستگاه های خود را گرفته به راه برآمدیم تا به ماهیت مسئله خودمان از نزدیک شناس شویم. اتفاقا در راه با رهبر اداره تامینات قوه برقی ناحیه شهزاد رحیمov واخوردیم و حقیقتا هم معلوم گشت که امروز تمام کارمندان اداره مذکور به حشر برآمدند. اکثریت کارمندان به دست تیشه و تبر و اره گرفته به بریدن شاخ درختانی که به سیم‌های قوه برقی خلل میرسانند مشغول هستند. یک گروه کارمندان اداره برقی را ما در جمع شهروندان محله حضرت علی دریافتیم و آنها در مزار این محله یعنی مزار حضرت علی به این کار مشغول بودند. در ناحیه ما بدگه محله ها لینیه های ویسکوال ده برفتگی شاخ های درخت تازه کسیم چه که مشاهد میکند مشاهد کردن بعد و سببی هواها چطاقشان بارانگار شدن شمال شدن و لینیه ها خلل داده الکتر خاموش میشه. همین سبب ما حاضر با راهبری شهزاد جان رحیمی باشلوق ما برآمده همین لینیه ها رو از شاخ تازه کرده و خلق ما الکتر برق را صفتناک و رسانده مقصد. در کدام محله روز کار میکنید؟ مثلا محله سخاوتنده کار برآورده استوده است. محله سخاوت حضرت علی سرکنده در یک چند محله ها گروپ شده کار برده است. من آیبک بسیارو من میگن که به هنگام بریدن درخت و شاخ درخت نبر میگن هم یگان اساس داره میانی ما همون که درختی که با همون شاخه مثال همون سموهی و
خلال میرسوند ما بردم مجبور چون در این در قانون هم گفته شه اگه هم خیلی خلال رسوندگی و هوا قاعده چند متر به درخشانده گفت تو 10 متر برای ویسوکی خلال نرسوندن شده که در ما اهالی همون سوخ همون التماس میکنیم که همون شوخوشون خودشون فقط با مور نگاه که نشته خوشون برآمده شوخوشون زده توزه کنوشون میپرسیم. یعنی اگر در مسافه تا 10 متر بوده شما حقتون هست برد؟ ما حقوق داریم هم خیلی وای داریم برای غلطوندن ما بور دیگه ما اما خلق اهالی می وای میکنم التماس میکنم که هم خیلی شوخوشون توزه کنن به بس برای خلق خمو فایده میدونم. بینا به معلومات رهبر اداره شهرزاد رحیموف امروز کارمندان اداره تامینات قوه برقی به حدودها تقسیم شده در بریگادها کار میکنند و این حالت در دوام 3 روز عملی میگردد. بهر به سوالهای خود پاسخ جستن ما خود سرور اداره را به صحبت دعوت کردیم. من بارانگری یک شمال شده موند مثلا هم شاخو برای ویسکاول لینه های ما خلق دادن اولین حالت بسیار سوس مونده برای همه ما با همه کارگرای تبریک برای خلق به سویت نقض رسوندن شمال پامال شدم اوزلیکسیس برای اما دادن پر را دوی ما هم شاخوی زدن به خدامو برآمدن. من چند روز دوام میکنن همیشه؟ 3 روز دوام میکنن فیدر سوانبار ترق چشمه حوض 3 تاش به برآمدن هفته دیگه روز جیمه و خدا خود 3 دیگه مرکز قزلقیوق پر دست میبرونم. دیمه در دوام 3 روز پر را کارمندان اداره برقی به هم حشر میبرن؟ به حشر پر را برام اشتراک میکنن. من شهرزاد من در همینجا خودش هم صحبت ما هستید از فوتای استفاده برده شده با شما سوال دادنیم با ما بسیار مراجعات ها میرسند. ما یکی از کوچه های محله چماقچی رو بنابرای گرفته این کوچه که در اونجا یک چند نفر اهالی زندگی میکنن درباره همین حالت بسیار تباه و ناگواری سیمچوب ها ما شکایت کردیم. عموما چه خیلی برای بهتر کردن حالت کدام کار گرفته برسیدید؟ من محله چماقچی دیروز من مراجعت کرده اومدن و هم برای و هم استول باهاشون نصب کرده الکتریک انرژی نصب تامین کرد دادن 8 دانه سمیوغوچ سمچوب برده رسونده دادم. من از کاری خدا خواست سوی کنم همان هفته سمچوب های استانوفکه که داده سویتوشون نقص کرده خدا خواست عدس همان هفته نامجا برارده میتیم سمچوباشون برده حوض کوچه هاشون به فردارده موندم تامین کرد دادم و هو حوض چه نیست سم ای سموهای اهم کشه میتیم وزرچه سویتوشون اوزلیکسیز نقص تامین کرد میتیم خدا خلاصه. در حقیقت در وقتی باران باریدن و یا شمال خیستن در راه الکتریک ما خاموش شده باعث معلولیت هر یک ساکن ناحیه میگردد چون که امروز حیات را به انرژی الکتریک و قوه برقی عموما تصور کردن نمیشود. بهر پیشگیری این حالت ها باشد اهل کارگاه امروز همگی و اکثریت به حشر برآمدند. یکم برای همون قوه برقی ما میگوید هم دیگه شمال و بارون و اونجا به قوت برقی نمونده ما برای خلق ما به سویت و بیوای نمونده نش ما هم خیلی مهنت تشبوس برسی وای کسی میگوید حشر کسی خلق خومک رسون زوسا که بعدش بودم میگوید نه گوسوس نمیگیره گوسوس میگوید خرشیگه کسوس لیکن هر محله ها رئیسو یوردم کدا زید برام حقوقش نیست در ورده گفته که تریتوری همون الکتریسیته مثل زمان سما من از فهمیدم که همون اجایی که همون سیم قوه با یعنی ویسو گذشتگی 10 متر به درخشانده ممکنه او 5 متری این چیه قسمت دان 5 متر یا 10 متر 5 متری 10 متر موندن مونده کور مسافه لیکن این میگوید خونه سوخسی موزرم دسی جو داریم سر بزرگ چنده خونه سوخسوس بولشنده دا ای اما یگون چیز میشه دیو وای مگری هم من یک بلو میکرد من نمیدونم که سی وایش مقصدشو خونه کسی قابل نکردم نفهمیده بودم بسیار چخیل فهموندن نکور حرکت کسی میام فهمونم گفتم محله رئیسی محله چقسویم فهمیدگیش فهمیسوسو نیک نفهمگیش هم های مو همه سی میگود برای همون سوخه ویامو تومنمو هم خلقمو با همون سی میگود خوش خوشندی با این بارون برف نگفتم مثل الکترام نیست الکتریو سیستم کاندش ناشدن از همون حشره کمک بارو پری سی میگود باشلقموش رحیم خوشیزو جون همون 3 روز حشر گفت من امروز یکم روز حشرمو سر بزرگی وایش توزه کو ماشین اثر کنده همه محله میرم
چون دیدید و شنیده تمام این کار و عملهای خادمان و کارمندان اداره تامینات قوه برقی ناحیه به منفعت هر یک ما هر یک نفر ساکن ناحیه سوخ روانه کرده شده است و یگان کس حق و یا حقوقی با آنها مانعگی کردن را ندارد، چون که این عملها از روی قانون و در دایره قانون به اجرا میرسند. همین باعث ما تا آن که به این عملهای کارمندان و خادمان اداره تامینات قوه برقی ناحیه زید برایم، برعکس در تازه کردن سیم قوه برقی از شاخ و دیگر مانعها کمک عملی خود را رسانیم. بخشیده باید استقلال وطن و هم خوشگذراندن وقت خولگی جوانرسان و بلند شدن درجه معنویات آنها امروزها در حدودها تدبیرهای گوناگون معنوی معرفی برگزار می‌گردند. تدبیری که در جمع شوندن محله طول در مقطع رقم 24 شده گذشت نیز همین مسئله نجیب را در خود تجسم کرد و البته جواباً به 5 تشبوس پرزیدنت مملکت گذرانده شد. حالا در این خصوص ایدی وطن 28 سالگی استقلالت ازبکستان نزدیک است و امروزها در تمام مقیاس وطنمان بخشیده به این تدبیر و تنتنه‌های گوناگون برگزار می‌گردند. تیاری به جشن استقلال وطن در ازبکستان امروز در اوج است. چون خبر دارید بخشیده به روز جوانان و مناسب قید کردن عید جوانان در مقیاس ناحیه‌مان همه روزه تدبیر و تنتنه‌ها دایر می‌گردند و این تدبیرها با اشتراک فعال خلقمان برگزار می‌شوند. همواره با عید جوانان در تدبیرها جشن عید استقلال وطن ترانم کرده می‌شود. بعد جمع شهروندان محله سریکنده این گونه تدبیر در جمع شهروندان محله طول برگزار گردید. باید علاوه همین را قید کنیم که به هنگام برگزار کردن این تدبیرها در حدودها 5 تشبوس پرزیدنت ما نیز مورد اجرا و بررسی قرار میگیرد، چون که اشتراکدار اساسی این تدبیرها جوانان و نورسان میباشد. تدبیرهای مذکور بهره ثمراناک گذراندن وقت خالگی خوانندگان و هم بلند برداشتن درجه معنویاتی آنان دایر میگردند. تدبیری که در محله طول دایر شد با آغوش خود اساسا خوانندگان مکتب محله و والدان آنها را گرد آورد. تدبیر جوانان در صحن حمله مکتب رقم 24 محله برگزار شد. بینا به معلومات سرور کمالکان اتفاق جوانان ناحیه رفشان کاملوف این دفعه نیز به تدبیر اهل اتفاق جوانان با اهدا و تحفه های خود آمده بودند، چون در دیگر محله ها در اینجا نیز بهره دریافت جایزه های اتفاق جوانان مسابقه آزمون و اکسیه های رنگ و رنگ گذرانیده شدند و این منوال مهارت و استعداد اشتراکداران تدبیر مذکور از نظر تحلیل و سنجش تشکیلگران تدبیر گذرانیده شد. ناگفته نماند که در این مکتب به هنگام تعطیل تشبوس های پرزیدنت مملکت مورد اجرا قرار گرفته است. مکتب دارای شرایط‌های مساعد است. کتابخانه، تالار و میدان ورزشی در اختیار بچگان است. همچنین در مکتب بهر اجرای سمت اولین تشبوس پرزیدنت تئاتر لختک نیز تشکیل کرده شده است. همین تدبیری که با تشبوس اتفاق جوانان تشکیل شده است بخشیده به ماهانه جوانان خیلی خوشرو گذشت. نزدیک 300 نفر بچه‌ها اشتراک کردند. ما خواهان اونم که باز هم جوانان طلب دارند که همین تدبیرها در این دیه در این مکتب بسیارتر گذرانده شود. تدبیر مذکور هم جواباً به اجرای 5 تشبوس پرزیدنت ما گذرانده می شود. عموما در وقت شما در وقت تعطیل به همین مسئله چه خیلی اعتبار داده؟ خیلی ناز اعتبار داده شده است. 5 تشبوس این مقصد و ماهیت اساسی 5 تشبوس این وقت‌های خالگی جوانان رو به مضمونناک گذرانده، ثمراناک و مضمونناک گذرانده. از این سبب در مکتب ما رسمی صنعت بغیر از این موسیقی در مکتب شما محفل تئاتر لختک هم بوده است. این البته در بالا مراشد معنویات جوانان بسیار عامل مهم است. خیلی البته تشکر. صحنه گذاشتن صحنه با بچه‌ها خیلی وای میبخشه، اهمیت کلان داره، چون که معنویات بچه رو بالا میبره. بچه‌ها خیلی شوقمند، حتی رول‌های کلان رو اجرا میکنند بچه‌ها. از این ما خیلی خرسندیم. وقتی خولگی من هم از منو گذشته شده است. وقتی تعطیل در مکتب در تعطیل چه که میگویند در تعلیم تعطیل نیست. برای همین ما بس یک جای با کلکتیو معلمان سرورانی محفل حکت یک جای کرده. همین محفل درست بجا مونده. هر روز قریب که 100 نفر بچه‌ها اشتراک میکنن. هم سپورتنده هم تمام سوهنده 5 تشبوس خیلی ناز عمل کرده شده است. آن همینطور در ناحیه‌مان بهره خوب و خوش استقبال گرفتن جشن توی وطن و هم ثمراناک گذراندن وقتی جوانان و نورسان همه روزه تدبیرهای گوناگون رنگ دایر می‌گردند. ما نیز منتظم شما را از جریان این تدبیرها شما را خبردار می‌سازیم و امید می‌کنیم که خلق ما ایدی استقلالیت دولتی رسولیکمان را با دستاوردهای بزرگ مهنتی استقبال می‌گیرند.
باعث خرسندی است که روز تا روز در نوحیمان ساحه ورزش رشد و ترقی می‌یابد و بهر دریافت کردن نام‌های نو، ورزشگران نو و انیق کردن استعدادهای نو یعنی تالنت‌های نو پیوسته در نوحیمان مسابقه‌های گوناگون ورزشی برگزار می‌گردد. مسابقه نوبتی که در مقطع ورزشی نوحیه شده گذشت نیز همین مقصد را در خود نهان می‌داشت. توجه کنید به نوار ما از مکتب ورزشی نوحیه. یکی از قسم‌های مهمترین و جدا نشونده طرز حیات سالم مخصوصاً در دوره مکتبی مشغولیت‌های پیوسته تربیت جسمانی و سپورت به حساب می‌رود. اهمیت آن نه تنها از تأثیر بی‌واسطه به جسم مشق کنندگان عبارت است، بلکه در تربیت سلامتی برای تشکل قابلیت مستقلانه مشغولیت مشق‌های جسمانی، استفاده برای آنها به مقصد تفریح، استراحت و خودتکمیل دهی نیز پر اهمیت میباشد. در کشور ما برای رواج دادن ساحه مذکور جلب نمودن نسل جوان به ورزش اهمیت کلان داده می شود. در ناحیه سوخ نیز مکتب ورزشی عمل می کند و در این درگاه بهر مستحکم نمودن سلامتی بچه ها، جلب نمودن خوانندگان مکتب به نمودهای مختلف ورزش، مسابقه های گوناگون برگزار می گردند. به قریبی در این درگاه مسابقه از روی نمود معمولی ورزش، بازی، باکس شده گذشت و از روی معلومات دیرکتور مکتب ورزشی شاهرخ مدلیف در مسابقه ورزشکارانی که سنشان از 8 تا 15 می باشد اشتراک کرده هر یک بهر غالب شدن تلاش زیاد به خرج دادند. در مسابقه وکیلان از حاکمیت ناحیه، شعبه کارهای داخلی و کمیته اسپورت ناحیه اشتراک نمودند. مسابقه تا دیر دوام کرد. در دوام مسابقه معلوم گشت که ورزشکاران جوان الکه سر و اسرار ساحه مذکور را از خود کردند و باوری هست که آنها در آینده در مسابقه های بین الخلقی نیز اشتراک کرده لوای وطن محبوبمان را باز هم بلند می‌بردارند. در آخر مسابقه غالبان انیق کرده شده به آنها مکافات‌های مخصوص تقدیم کرده شد. بینندگان عزیز، اکنون در آخر برنامه خبری و تحلیل هفته به شما یک اعلام میرسانیم. امروز در ناحیه ما چون گفتیم کارهای آبادانی در رفت است و هر یک کس ساختمان و بیناکاری میکند و اگر شما خواهید که صاحب پلیتکه های راهروی زمانوی گردید میتوانید به محله استقلال با کوچه قهرمان رقم 18 با تدبیرکار ناصر جان همراه علیف مراجعه کنید، زیرا در اینجا این تدبیرکار به شما پلیتکه های یعنی بروچتکه های زمانوی را تیار کرده با صفت بلند به شما پیشکش میکند. نرخ پلیتکه ها نیز بسیار یعنی همه‌باب است و شما میتوانید از اینجا پلیتکه های گوناگون تمغه و با صفت را دریافت کنید. و رقم تلفن رو به شما میرسانیم اگر شما خواهید که صاحب این پلیتکه ها گردید به رقم تلفنی 99 609 44 53 با همراه علیف ناصر جان مراجعه کنید و میتوانید همین محصولات زمانوی را برای خود بگیرید و عائله خود را با همین پلیتکه ها البته آرا دهید. رقم تلفن تکرار میکنیم 99 609 44 53 و این بود مجموعه خبرهای آخر از طریق بخش خبری و تحلیلی هفته. خیر سلامت باشید و برنامه های ما را دیگر صحیفه های تلویزیون سوخ ادامه بخشند.